چرا الان هر شرکتی که مدل جدید خودش رو ارائه میکنه میگه بهترین مدل AI جهان ارزش. به قول شما در ادله یابی، در کشف حقیقت در این مسائل با توجه به دیتاهایی که به هر حال بوده هوش مصنوعی داره. خب این هم به قول شما نیازمند یک هوش مصنوعی تخصصی است. اساس کلا هوش مصنوعی باید به این سمت بره و در چند سال آینده به این سمت بره که هوش مصنوعی تخصصی میشه، مثلا در حوزه حقوق. فرض کنیم ما بحث مالی پژوهش، یه شخص مقاله می‌نویسه، این مقالهش مثلا ممکن است هوش مصنوعی آقا مالکیت فکری، مالکیت معنوی این داستان، مالکیت مادی این داستان به کی برمیگرده؟ به خود هوش مصنوعی یا به توسعه دهندش یا اون شخصی که حالا به نحوی ازش استفاده کرد. واسه خود وکلا و اساتید حقوقی که میخوان روی رویه صحبت من سخته بگن که آقا مثلا رویه قضایی در این موضوع مثلا در قانون دادگاه‌ها اینه. ما تنها رویه جامع ما در رویه جامعی که داریم اینه که مثلا دیوان عالی کشور صحبت کردم راجع به اینکه گفتم که اگر شما یک قراردادی دارید که ماهیت قراردادی شما به نحویه که به هر حال تحریم‌های بین‌المللی یا نوسانات ارزی رو تاثیر میذاره، شما باید یک بندی رو در قرارداد ذکر کنید تحت عنوان فورس ماژور و شرط تعدیل قرارداد. این صورت که شما بتونید به هر حال این قراردادتون رو به نحوی منصفانه برای خودتون منعقد کنید. این رو شما باید از یک مدل تخصصی هوش مصنوعی بپرسید. آقا قرارداد من مثلا این ویژگی‌ها رو داره، قرارداد من به این شکل منعقد میشه، من چه بندهایی رو باید هوش مصنوعی در بر بگیره؟ خود تولید کننده ها و توسعه دهنده های هوش مصنوعی در بر میگیره، مسئولیت مدنی اونهاست. همه اینها باید با جزئیات قانون‌گذاری بشه. شما زمانی میتونید از انسان کمک بگیرید در حوزه حقوقی که طرف دیتاهای حقوقی داشته باشه و از هوش مصنوعی همینه. هوش مصنوعی شما زمانی میتونید ازش استفاده کنید که دیتاهای تخصصی حقوقی داره. قانون‌گذاری زمانی شکل میگیره که روابط انسان ها به وجود بیاد. ما دو نفر وقتی با هم صحبت می‌کنیم باید قانون و قاعده‌ای به وجود بیاد. وقتی روابط انسانی شکل میگیره، برای نظم و ساماندهی این روابط انسانی قانون‌گذار وارد میشه و این نظم رو به هر حال ایجاد می‌کنه. حالا شما فرض کنید یک ماهیتی به عنوان هوش مصنوعی در روابط انسانی به وجود اومده و خیلی هم به اصطلاح داره در بر میگیره روابط انسانی رو و به اصطلاح رخنه میکنه در روابط انسانی و اینجاست که قانونگذار باید وارد شه و این رو سامان بده و قانونگذاری بده. صورت خلاصه بخوایم بگیم اینه که میاد هوش مصنوعی از این طریق، از طریق مثلا کشف تمام پیامک‌هایی که داده در کنار اون پیامک تهدیدآمیزی که ارسال شده از جانب متهم، این رو تطبیق میده در کنار هم و این تطبیق دادن کنار هم باعث میشه که آقا تشخیص بده که این پیام واقعا از طرف اون متهم بوده یا کارکرد هوش مصنوعی و مارکت کپش در حوزه حقوقی، فقط حوزه‌های دیگر رو بذاریم کنار، فقط در حوزه حقوقی میتونه 400% در واقع رشد. و این بارمنایی رو فقط یک مدل تخصصی، یک شخص متخصص در حیطه همین مریض میشی، میشه متخصص پزشک میری، میشه عطار میری، عطار شاید کارش خوب انجام بده ولی پزشک